سلام دوست عزیز وانیلا کیک. امروز اومدیم که با هم دیگه کیک بدون همزن و بدون فره خوشگل درست کنیم. قابلمه متوسط رو روی حرارت ملایم قرار میدیم و درش رو میذاریم. برای درست کردن این کیک احتیاج داریم به 2 عدد تخم که با استفاده از همزن دستی مقداری هم میزنیم که تخم مرغ‌ها از لختگی در بیاد. سپس 80 گرم شکر رو به موادمون اضافه میکنیم. 80 گرم شکر معادل 8 قاشق غذاخوری میشه. با استفاده از همزن دستی موادمون رو مخلوط میکنیم که شکر داخل تخم مرغ حل بشه. 1 قاشق چای خوری وانیل اضافه میکنیم و دوباره هم میزنیم که موادمون خوب مخلوط بشه و کرم رنگ بشه. 2 قاشق غذاخوری آب به موادمون اضافه میکنیم. سپس 2 قاشق غذاخوری روغن مایع به موادمون اضافه میکنیم و هم میزنیم که با موادمون ترکیب بشه. سپس 100 گرم آردمون رو روی موادمون الک میکنیم. 100 گرم آرد معادل 1 لیوان دسته‌دار فرانسوی میشه. و بیکینگ پودرمون رو 1 قاشق اضافه میکنیم. سپس با همزن موادمون رو خوب مخلوط میکنیم که آردمون به خورد مواد بره. و در نهایت برای اینکه کیکمون قرمز رنگ و خوشگل بشه میتونیم از رنگ ژله‌ای یا رنگ پودری قرمز استفاده بکنیم. و هم میزنیم که رنگ با موادمون ترکیب بشه و یک دست بشه. در نهایت موادمون به این شکل در میاد و داخل قالبی که از قبل کاغذ روغنی انداختیم موادمون رو میریزیم و داخل قابلمه‌ای که روی حرارت گذاشته بودیم یه دونه رینگ میذاریم و قالبمون رو داخل قابلمه قرار میدیم و در قابلمه رو میذاریم که کیکمون بپزه. باید به فر دستسازمون 40 دقیقه زمان بدیم که کیکمون آماده بشه. زمانش بستگی به حرارتتون داره. باید تست کنید ببینید پخته یا نه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. مرسی که تا اینجا همراه ما بودین.